ارزش بیشتر میدونن. خب اولا چون مولتی کالچورال تر اونجا هستش. بعد جاش بیشتر از 3000 نفر جا داره. معمولا کنسرت‌های نیویورک همیشه نشستنیه. من دلم واسهشون میسوزه. تو دانشگاه‌ها که این کنسرت‌ها هستش، یه بار رفتم خودم خسته شده بودم. وای به حال مردم. کنسرت خود ما باشیم، بعد خوشحال بشیم. پرم بود، همه چی عالی، ولی ما ناراحت بودیم. نیویورک‌ها عاشق موسیقی هم و همیشه کنسرت‌ها رو حمایت کردن. ولی هیچ وقت جای رقص رو نداشتن. این اولین باریه یه جای به این خوبی با پارکینگ مجانی اسپیشیس میتونن باشن برقصن. موسیقی خوب داریم. غذاهای ایرانی سرو میکنن، اون خیلی مهمه. آره دیدم. چون شب طولانی مردم از 7 شب که میان تا 4 صبح حتما گرسنه شدن. غذا هم هست میشه اینجا. بله غذا هم هست. balcony tables are and seats available. پس تیبل هم داره. بالکنیش میز و صندلی هم داره. خب هر فلوری واسه خودش بار داره. مردم میتونن دیگه مجبور نیستن برن قسمت‌های دیگه. و روفتاپ هم دارید شما. ما موجز کامل از لس آنجلس داریم میاریم. از تور برگشتیم، آهنگای جدید میخوایم بزنیم و مدت‌هاست نیویورک کنسرت نداشتیم. من خوشحالم که ای کاش که میتونستم بیام باشه ما. آره ای کاش که میتونستم بیام، ولی دوست دارم که دوستای زیادی هم در نیویورک دارم که میتونید اونا رو جای من دعوتشون کنید که اونا بیان برنامه رو ببینن. تا یادم رفت دلیل اینکه فرزاد این تاریخ رو انتخاب کرده دلیل خیلی جالب و مناسبی. برای که روز بعدش ایرانیان پرید در نیویورک. اوکی حالا فهمیدم. انتظار میده که بیشتر از 30,000 ایرانی برای این پرید میان اونجا و فلوت های مختلف خواهد داشت. این فلوت ها به اسم شهرهای مختلف ایرانه و روی یکی از این فلوت ها که تهرانه من و شیدم اونجا خواهیم بود. شوخه میکنه شیدم تهرونیش کردی؟ ما دیگه مثلا تهرونی بعد خیلی جالبه برای اینکه تمام ارگانایزیشن های ایرانی با هم دیگه همکاری کردن که این پرید نوروزی خیلی پیسفول و فرهنگ مختلف ایران از شهرهای مختلف ایران رو اونجا دارن نیویورکی ها نشون میدن. اگه اشتباه نکنم از 38 تا 26 یعنی خیابون بلاک ها اینا این پرید خواهد بود و بچه نیویورک خیلی زحمت کشیدن. من فکر میکنم یکی از بزرگترین پریدهای نوروزی سال باشه در دنیا. راست میگی. از 12 تا 2 بعد از اون پرید خواهد بود. بعد از اون میریم پارک که همونجاست. منم میرم اونجا میخوایم با مردم اونجا غذا ایرانی بخوریم و عکس بگیریم و عید نوروز رو جشن بگیریم. خب پس یادتون باشه همین شنبه در ترمینال 5 یک محل در جاش منهتن ها در منهتن ترمینال 5 برنامه‌هاتون رو بذارید که همین شنبه برید. وبسایت مونم آدرس رو بگو. وبسایت www.worldunityevents.com. worldunityevents.com. worldunityevents.com